مشکل زردی نوزادت راحت درمان میشه اگر این چند دقیقه رو با من باشی. سلام عزیزان، نوزادت به دنیا اومده و مشکل زردی داره. چند تا دستور بسیار عالی من میخوام بهتون تو این ویدیو بهتون بگم. اول اینکه بعضی از مشکلات زردی از بدغذایی مادره، یعنی مادر در دوران بارداری این رو رعایت نکرده و بچه همینجور که شیر مادر رو میخوره بازم زردیش افزایش پیدا میکنه و مادرم میره تو استرس رو که حتما من باید زیر نور فلورسنت ببرم بچه رو با کلی عوارض و مشکلات دیگه و هزینه‌های بسیار گران و سرسام آور. من چند تا فرمول خیلی عالی میخوام براتون تو این ویدیو بگم که راحت زردی بچه درمان میشه. تو این ویدیو هم که دارید میبینید نتایج آزمایشگاهیشو کامل گفته شده. با این روشی که من بهش گفتم راحت زردی بچه از 13 و خورده اومده رو 8 و همینطور اومده پایین و کامل مشکلش حل شده. بده اول اینکه باید مادر بین 8 تا 12 ساعت شیر به بچه نده و بچه از شیر خشک‌های استفاده کنه که در اون بازار وجود داره تو داروخونه ها که بچه‌هایی که مختص زردی هستن بهشون میدن. و بعد از این 12 ساعت اولین شیری که نوزاد خواست بخوره بهش دم کرده مغز فلوس، ترنجبین و عرق کاستی میدن. مورد دوم حجامت گوش بچه است که ما انجام دادیم، تو این ویدیو هم هست با داروهایی که گفتیم کاملا درمان شده. زردش از 13 و 14 اومده روی 8 و بعد اومده پایینتر و کاملا درمان شده. مورد سومی که خیلی عالی است، سعی کنید برای نوزاداتون انجام بدید، قنداقه. قنداق خیلی عالیه، هم راحت میشه بچه برای اعصابش راحت، دومی که مشکل گوارشش حل میشه، برای هضمش بهتره، سومی که خیلی کمک میکنه در سفت شدن غضروف ها و مفاصلش و زردی بچه رو هم پایین میاره. مورد بعدی آب پوست کدو سبزه که این کدو سبز رو پوستشو میگیرن و داخل آب میوه‌گیری توی پارچه میچلوننش، عصارش که در اومد روزی 7 الی 8 قطره چکون کامل که تقریبا میشه 2 میلی لیتر هر بار به بچه میدن که تقریبا حاصل 1 الی 2 تقریبا 1 میلی لیتر هست. این رو که خیلی سریع اثر میکنه. مورد بعدی یک داروی بسیار عالی ما داریم برای پاکسازی شیر که اگر دوستان خواستن این رو میتونیم بهشون بدیم که هم وضعیت مادر بهتر میشه، استیبل میشه، هم وضعیت نوزاد. درمان بعدی که میخوام بهتون بگم بستن آرد جو 2 سر یا آرد جو که حالت خمیری بشه روی شکم بچه و روی پای بچه. هر روز این کار رو تکرار میکنین، این زرده بچه رو بسیار راحت درمان میکنه. مورد بعدی مادر باید از تقویت کننده های کبد استفاده کنید. تو این ویدیو کامل راجع به تقویت کننده های کبد ما صحبت کردیم، گفتیم که مادر باید کلا هر کسی که کبد چرب داره از چیا استفاده کنه، ولی تقویت کننده های کبد رو تو این ویدیو گفتیم. مثال سرکه انگبین هست، مثال کامبوچای خار مریم هست، چیزهایی که کبد رو خنک میکنه. چون مادری که اینجور هست قطعا مشکل کبد چرب داشته و کبد چرب رو درمان نکرده و این مشکل به وجود اومده. به خاطر همینه به خانمایی که میخوان اقدام به بارداری کنن ما میگیم قبلش یک پاکسازی رو به صورت کامل انجام بدن تا این مشکلات برای خودشون و فرزندشون ایجاد نشه. مورد بعدی میوه‌ای هست مثل شاتوت، الان فصلش داریم، مثل انار، آب انار، مخصوصا آب انار شیرین، کاهو، خیار، رب انار شیرین. چون میدونید اگر رب انار ترش استفاده کنن بعضی از عزیزان مشکلات معده و گوارش دارن و آسیب میبینن. بهتره که از رب انار شیرین استفاده کنن، اینا هم خنک کننده است هم کبد رو تقویت میکنه. مورد بعدی اگر که زمان قدیمیام انجام میدادن کلم پیچ میکردن بچه رو، کلم برگ رو میگیرن ولی سم خورده نباشه، این خیلی باید دقت کنید. یه مقداری حرارت میدن، گرم که شد روی بدن بچه حالت کلم پیچش میکنن، این زردی رو انتقال میده به این کلمه و زردی بچه میاد پایین. از روش‌های سنتی و بسیار سریع الاثر است. آب پوست کدو سبزم که گفتم اونم جزء سریع الاثرها هست. مورد بعدی اینه که اسفناج رو تهیه کنن، این اسفناج سم خورده نباشه. چیکار میکنن؟ اسفناج رو ساتوری میکنن، له میکنن و روی سینه بچه میذارن، این زردی بچه رو کامل میگیره و این زردی از بین میره. و مورد آخر همینجور که در تمام نسخه های طب سنتی هست، نگهداری پرهیزات که ما پرهیزات غذایی رو چند بار تو بحث معده و کبد تو ویدیوهای قبلی هم براتون توضیح دادیم. آرد و شیرینی، مخصوصا چیزهایی که آرد سفید توش
استفاده شده اینا رو باید ترک بکنن. خامه صنعتی، مواد نشاسته مثل فالوده، ماکارونی، آش رشته، اینها رو رعایت کنن. از غذاهای پرچرب و سنگین استفاده نکنن، از غذاهای نفاخ استفاده نکنن تا این مشکل راحت حل بشه.